رمضان نرقى بك رمضان عدت لنا رمضان. 40 حدیث نبوی در فضیلت رمضان. به نام خداوند بخشنده و مهربان. از ابو هریره خداوند از او راضی باد روایت است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند: هرگاه ماه رمضان فرا رسد درهای جنت گشاده و درهای دوزخ بسته می شوند و شیطانها با زنجیر بسته می گردد. وقت ماه رمضان فرا می رسد به اذن خداوند درهای جنت باز و درهای دوزخ بسته می شوند. به برکت ماه رمضان شیطانها از آزادی محروم گشته زنجیربند کرده می شوند. آن نافرمان برداری که بنده در ماه شریف رمضان انجام می دهد از بی اهمیتی و تنبلی اوست. رحمت خداوند است که در ماه رمضان بندگانش را از وسوسه شیطان نگه می دارد. پس مسلمانان را ضرور است که از عملهای نامشروع دوری جویند. نرق الجنان رمضان أهلا بك رمضان